من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بحثی میخواستم خدمت شما عرض بکنم درباره وسیله که این دومین بار است شما این آیه را میخوانید و وعده کردم در سوره بنی اسرائیل بحث میکنم. همین است آیه دوم وسیله. یکی شما خواندید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. وسیله چیه؟ اولا وسیله بر وزن فعیله، منظور اعمال صالحه و اطاعت خداوند است. اونهایی که وسیله ما می شوند که ما را به خدا نزدیک بکنند. چه چیزی ما را به خدا نزدیک می کند؟ اعمال ما، نماز ما، طاعت و بندگی ما، تسبیح و تلاوت ما، اینها وسیله هستند که انسان را به خدا نزدیک می کنند. انبیا هم دنبال همین بودند، شب و روز اطاعت خدا به جا می آوردند، عبادت می کردند. ملائکه همچنین شب و روز به سجده افتادند، تسبیح، تقدیس، تا خودشان را به خدا نزدیک بکنند. پس طاعت و عبادت در واقع وسیله هست و همچنین ترک معاصی، ترک گناه. هرچی از گناه فاصله بگیری به خدای عزوجل نزدیکتر میشی. پس هم کلمه وسیله و هم توسل. توسل به معنی تقرب. توسل در لغت به معنی چی هست؟ تقرب است. اون آیه‌ای که شما خواندی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا وسیله بطلبید. اونجا همه مفسران نوشتن وسیله یعنی قرب خدا را حاصل کنید. قرب خدا را با چی حاصل می کنید؟ علامه آلوسی نوشته، علامه ابوالسعود نوشته الوسیله القربه بالطاعت والعباده. وسیله قرب خدای عزوجل هست با طاعت و عبادت. قتاده هم نوشته والوسیله هی القربه کما قال قتاده ابن کثیر. وسیله یعنی قرب، تقرب. پس این که ما میگیم توسل یا وسیله، چه توسلی چه وسیله‌ای؟ توسل و وسیله اون عبادتی هست، اون طاعتی هست، اون بندگی هست که ما را به خدا نزدیک بکند و اون ترک گناهی هست که ما را محبوب خدا قرار میدهد. اینا در واقع وسیله هستند. اما بحث توسل که امروز مطرح است و بحث وسیله، چه صورتهایی از صورتهای توسل صورتهای درستی هست، جائزی هست و چه صورتها صورتهای نادرستی هست.
ببینید ما چندین نوع توسل داریم که توسل جائز هستند. توسل جائز ما به او توسل میگیم که از قرآن و سنت اینها جایزند. من چند تا را خدمت شما عرض میکنم. از نصوص قرآن معلوم میشه که اولین توسلی که باعث قرب ما به خدای عزوجل میشه ایمان بالله، ایمان بالرسول و اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این بهترین توسل است که انسان را به خدا نزدیک میکنه. یعنی شما به خدا ایمان داشته باشید، به توحید خدا، به رسول الله که ایشون فرستاده و پیامبر خداست، و همچنین اطاعت رسول الله، سنت های رسول الله و احیاء سنت ها شما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خدا نزدیک میکند. این در قرآن هم هست، ثبوتش از قرآن. در قرآن داریم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. بار الها ما شنیدیم منادی را که ندا می کرد ما را فرا می خواند به سوی ایمان. لذا ان آمنوا بربکم فآمنا، به ما می گفت که شما ایمان بیاورید به ربتان. بار الها ما هم ایمان آوردیم. فآمنا، الان که ایمان آورده ایمان خودش را وسیله قرار میده. خدایا چون که من ایمان آوردم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پس خدایا ما را ببخش، گناهان ما را و سیئات ما را کفاره بگردان. این وسیله هست. وسیله را چی را وسیله گرفتیم؟ ایمان را، که خدایا چون ما به تو ایمان داریم ایمان را وسیله قرار میدیم توسل که ما را ببخش. در جای دیگه ما داریم در قرآن مجید، این سوره آل عمران است، در سوره مومنون داریم. الله می فرماید انه کان فریق من عبادی، گروهی از بندگان من هستند که میگویند یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. بار الها ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش. ما ایمان آوردیم پس ما را ببخش. یعنی چه؟ یعنی این ایمان وسیله هست. پس در هر دو این آیه که تلاوت کردم ایمان به عنوان وسیله و تقرب الی الله مورد استفاده قرار گرفته در دعا، در دعایی که این دعاها در قرآن هست. اتباع رسول هم یک عملی هست که میتونه وسیله باشد. در قرآن داریم، باز هم در سوره آل عمران ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. دو چیز را ایمان قرار میدهد. حواریین عیسی هستند اینا. بار الها ما ایمان آوردیم به اون کتابی که تو نازل کردی، یعنی به انجیل. یک. دوم واتبعنا الرسول، ما به رسولت به عیسی ایمان آوردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، ما را از شاهدین بنویس، از اونهایی که گواهی میدهند روز قیامت. پس اینجا چی بود؟ وسیله بالایمان. این اولین نوع وسیله هست. دوم وسیله بالاعمال. وسیله بالاعمال و بالایمان بعضی ها یکی ذکر کردند، یکی هستند. به هر حال انسان عمل خودش را وسیله قرار بدهد. برای این همون حدیث کافی هست. دلیل میگیریم، استدلال میگیریم از حدیثی که حدیث معروفی هست که 3 نفر بودند، اینها رفتند در کوه، ناگهان باران آمد، رعد و برق آمد، طوفان آمد، اینا رفتند به غاری، داخل غاری پناه بردند. آخر
طوفان باعث شد، باران باعث شد که سنگ ها بغلتند. سنگ بزرگی غلطید و آمد دهن غار را بست و اینها اونجا زندان شدند، گیر کردند. چیکار بکنیم؟ هر چی فکر کردند حیله‌ای پیدا نشد، نتونستن خودشون را از اونجا بیرون بکنند. لذا دست به دعا برداشتند، و با هم گفتند که اینجا به غیر از خدا کسی ما را نجات نمیده. بیاییم اگر عملی داریم اون عمل خودمون را وسیله قرار بدیم. اینا هر ستا به اعمال صالحه خودشان توسل گرفتند، توسل جستند. یکی خدمت پدر و مادر کرده بود، یکی از زنا که موقعیت زنا برایش فراهم آمده بود با دختر عمویش در حین عمل که او گفته بود از خدا بترس، فوراً خودش را عقب کشیده بود. یکی دیگر مال بنده خدایی را حفاظت کرده بود تا که تبدیل به سرمایه بزرگ شده بود و آخر از خدا ترسید و به خاطر خدا به او تحویل داد. خب اینا اعمالی بودند که خدا این اعمال را میپسندد. لذا هر یکی عمل خودش را ذکر کردند که خدایا اگر اون عمل مورد پسند تو بوده، اون عمل به خاطر تو بوده، تو این سنگ را دور کن. هر کسی وسیله می گرفت، مقدار سنگ دور شد تا سومی سنگ بیشتر دور شد، راه باز شد، اینا از غار نجات پیدا کردن. پس این یکی از صورتهای وسیله هست، یعنی وسیله بالاعمال. نوشتند مفسران من هذا الباب حدیث ثلاثه، از همین باب هست حدیث اون 3 نفر الذين اصابتهم المطر، 3 نفری که باران اونها را گرفت. فآووا الى الغار، به غار پناه بردن. وانطبقت عليهم الصخره، صخره کاملا دهنه غار را گرفت. ثم دعوا الله بالاعمال الصالحه، به وسیله اعمال صالح از خدا خواستند. ففرج عنهم، از فرج آمد و مشکلشان حل شد. پس از این حدیث با اعمال صالحه هم وسیله چی هست؟ ثابت است. پس این وسیله نوع اول یا نوع اول دوم شد، وسیله بالاعمال بالایمان، و دوم وسیله بالاعمال به اعمال صالحه. سوم اینه که به دعای صالحین توسل بگیریم. توسل به دعای صالحین، وسیله به دعای صالحین یکی از صورتهای جائز هست. صالحینی که زنده هستند، صالحینی که حیات دارند. ما در روایات داریم که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میخواست برای عمره تشریف ببرد، خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای وداع و خداحافظی آمد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود یا اخی اشرکنا فی الدعاء ولا تنسانا، ما را در دعای خودت شریک بگردان و فراموش ما نکن. همچنین حضرت صلی الله علیه و سلم به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه گفت که شما هر وقتی که رفتید، هر وقتی که اویس قرنی را یافتید، از او تقاضای دعا بکنید، بنمایید، زیرا او مستجاب الدعوات هست. دعای او پیش خدای عزوجل پذیرفته شده است. و همچنین صحابه در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم از دعای رسول الله همیشه استفاده می کردن، وسیله می گرفتن. ما دیروز هم حدیث خواندیم، رسول الله بر منبر بود، صحابی آمد گفت یا رسول الله قحط همه چیز را از بین برده، گوسفندان دارن هلاک می شوند، زمین خشک شده، دعا بفرمایید. رسول الله که بر منبر بود همونجا دست به دعا برداشت، دعا کرد، الله عزوجل باران آورد. صحابه برای حاجتها، برای مشکلات مختلف
خدمت رسول الله می آمدند دعا می طلبیدند. پس توسل صورت دیگر جایزش اینه که انسان به دعای احیا، زنده ها، کسانی که حیات دارند، انسان به کسی بگه برای من دعا بکن، اینم صورت جایز هست. اما توسل از دعای صالحی که او غائب است، غائب است به این معنی که جای دوری هست، فرسنگ ها از شما فاصله دارد، یا اینکه فوت کرده، الان شما بلا واسطه به او بگید دعا بکن، خب باید از اینجا او را صدا بزنی بگوی ای بایزید بستام تو برای من دعا بکن، تو را وسیله قرار میدهم. این صحیح نیست، این درست نیست. این توسل در صورتی میشه که اون توسل گیرنده از اون کسی که توسل میگیرد معتقد باشد که اون بزرگوار که مثلا در شام هست، در هندوستان هست، اون از احوال من باخبر باشد، از اینجا من میگم او را وسیله قرار میدم، اون صدای من را بشنود که پیش خدا برای من سفارش بکند. خب چنین عقیده درست نیست. اونی که صدای ما را میشنود، اونی که دعای ما را میشنود، اونی که از احوال ما خبر دارد، اون فقط الله است. بس از چنان صالحی که فوت کرده، از این دنیا رفته یا غائب هست، در مجلس ما حضور ندارد، از او وسیله گرفتن یکی از صورتهای نادرست وسیله است. علامه آلوسی نوشته الاستعانت بمخلوق، استعانت و کمک طلبیدن از مخلوق و جعله وسیله بمعنى طلب الدعاء منه، او را وسیله قرار دادن به این معنی که از اون مخلوق دعا طلبیدن، لا شک فی جوازه، شکی در جوازش نیست. در چه صورتی؟ ان کان المطلوب منه حیا، اگر اون کسی که شما از او طلب میکنید زنده باشد، شما بهش بگید که آقا برای من دعا کن، بزرگوار برای من دعا کن، تو این شکی نیست، جایزه. اما اذا کان المطلوب منه میتا او غائبا، اما اون کسی که شما از او میطلبید اون مرده یا غائب هست، حضور ندارد، فلا یستریب عالم انه غیر جائز، هیچ عالمی شک نمی کند که این جایز نیست. و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، این از اون بدعی هست، از اون خرافاتی هست که هیچ یک از سلف این را انجام نداد. ولم يروى عن احد من الصحابه رضی الله عنهم، از هیچ صحابی هم روایت نشده. و هم احرص الناس على كل خیر، در حالی که صحابه از همه مردم نسبت به خیر حریص‌تر بودند. حرصی که اونها داشتند، طلبی که اونها داشتند، هیچ که نداره. اما ثابت نیست از هیچ صحابی که انه طلب من میت شیئا، که از میتی چیزی خواسته باشد. پس این نوع وسیله را که از مرده ها انسان توسل بجوید یا غائبین، این درست نیست. ببینید در حدیث ثابت است، در احادیث، که مردم در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت آن حضرت حاضر می شدند، برای مقاصد مختلف طلب دعا می کردند. اما بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از هیچ حدیثی ثابت نیست که یکی از صحابه آمده باشد از رسول الله طلب دعای غایبانه، یا بر قبر رسول الله حاضر شده طلب دعا بکند یا رسول الله تو برای من سفارش کن. چنین چیزی نیست. و کسی میگوید خب خدا در قرآن گفته، شما آیه را هم خواندید، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، ای پیامبر من، ای محبوب من، اگر این بندگان من، این امتیان تو، زمانی که بر خود ظلم می کردند، زمانی که مرتکب گناه شدند، جاؤوکا،
پیش شما می آمدن فاستغفر الله، خودشون هم از خدا مغفرت می طلبیدن، و استغفر لهم الرسول، و رسول هم برای آنها مغفرت می طلبید، لوجد الله تواب الرحیم، خداوند را تواب و رحیم می یافتند. خب اینجا که چیه که پیش پیغمبر به ما گفته شده بریم، این در رابطه با حیات رسول الله است. یعنی وقتی که رسول الله حیات داشتند خدمت ایشون می رفتند، صحابه تقاضای دعا می کردند، نه بر اینکه بعد از وفات رسول الله کسی رفته باشد و از اونها طلب بکند که طلب دعا کرده باشد. هیچ یک از صحابه رسول الله با تمسک به این آیه از این آیه استدلال نگرفته و هیچ کسی بر قبر رسول الله نرفته و اونجا دعا نطلبیده که این را وسیله قرار بده. چنین چیزی قطعا ثابت نیست، در حالی که صحابه احرص الناس بودند. و اگر این جایز بود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در سال قحط همین کار را می کرد، عباس را نمی برد. ببینید در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قحط شد، باران نیامد. حضرت عمر در روایت صحیح بخاری داریم، حضرت عمر مردم را جمع کرد، گفت می رویم بیرون. اگر واقعا این نوع وسیله درست بود می آمدن خدمت رسول الله بر قبر رسول الله و توسل می جستن، می گفتن یا رسول الله شما دعا کنی خدا به ما باران بده. این کار را نکردن. در حیات رسول الله آمد خدمت رسول الله، یا رسول الله شما دعا کنید الله باران بباراند. اما الان که بعد از وفات هست، در صحیح بخاری هست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عموی رسول الله عباس را با خودشون بردند با جمعی از صحابه به بیرون مدینه. اینگونه دعا کردند اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبیک، بار اله تا زمانی که نبیت زنده بود حیات داشت ما از ایشون را وسیله قرار میدادیم، یعنی به ایشون میگفتیم دعا کند. فتسقینا، اون زمان شما به ما آب میدادید، شما به ما باران میدادید. اما امروز که نبیت نیست و انا نتوسل الیک بعم نبیک، الان عم نبی را یعنی عباس را ما آوردیم وسیله قرار میدیم، عباس برای ما دعا میکند الان، فاسقنا، بار اله به ما آب بده. فیسقون، بعدا خدا تعالی باران نازل کرد. الان ببینید توسل به دعای رسول الله بعد از وفات اگر جایز بود قطعا صحابه همین کار را میکردند، خدمت خود رسول الله میرفتند، عموی رسول الله را نمی آوردند. پس عموی رسول الله را که آوردند این همون صورت جایز توسل است، توسل به دعای صالحین. و آلوسی رحمه الله اینجا هم استدلال گرفته لو کان التوسل به علیه السلام بعد انتقاله من هذه الدار، بعد از اینکه رسول الله از این دار فانی این منتقل شدن اگر توسل به ایشون جائز بود لما عدلوا الی غیره، هیچ وقت صحابه پیش کسی دیگه نمی رفتند. و منظور از توسل به حضرت عباس هم همینه. بعضم آلوسی گفته ان عباس کان یدعو و هم یؤمنون لدعائه حتی سقه. اینجا که عمر رضی الله تعالی عنه عباس را برد، عباس دعا می کرد، صحابه آمین گفتند تا اینکه الله بهشون باران داد. پس این توسل به دعای احیا هست و توسل بالاموات ثبوتش را ما نداریم. همچنین از صورتهای جایز توسل را عرض کردم، الان داریم صورتهای نادرست را عرض میکنیم. همچنین توسل به حق فلان، خدایا به حق محمد، به حق بنی فاطمه، به حق آل پیامبر و غیره، این توسل هم درست نیست. حتی علما اینو مکروه تحریمی گفتند.
به دلیل اینکه هیچ کسی بر خدا حقی ندارد که بر اساس اون حق توسل بجوییم. خب شما میگید که حق تفضلی که دارد، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، خود خدا گفته مؤمنان بر ما حق دارن، ما اونجا میگیم حق تفضلی. ولی باز هم توسل به این نوع حق ثبوت شرعی ندارد. ما اگر در جایی در قرآن، در سنت، در حدیث صحیح چنین چیزی را داشته باشیم میپذیریم، ولی در هیچ جا ما پایبند کتاب خدا و سنت حبیبش هستیم. اگر چنین چیزی باشد باید ازش اطاعت کرد. و یکی دیگر از صورتها توسل به ذوات است، به افراد است. خدایا به خاطر فلانی، به خاطر فلان. این هم علامه آلوسی گفته که از صورت توسل ناجائز و نادرست است. چنانچه می فرماید و انت تعلم ان الادعیه المأثوره عن اهل البیت الطاهرین، شما دعاهایی که از اهل بیت رسول الله هستند اون دعاها را نگاه کنید. و غیرهم من الائمه، بقیه ائمه ما که دعا دارند لیس فیها التوسل بالذات المکرمه صلی الله علیه وسلم، در اینها توسل به ذات، به خود رسول الله نیست. در هیچ یک توسل به ایمان هست، توسل به اسماء حسنا هست، به صفات خدا هست. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، شما آیه را خواندید. توسل بالاعمال هست، اما توسل به ذات رسول الله اصلا وجود ندارد. خب کسانی که معتقد به جواز هستند، قائلین به توسل بالاموات، اونها برای جواز اون بعضی روایت ها را دارند. من به تفصیل این روایت ها نمی پردازم، وقت ایجاب نمی کند. من مختصر به این روایت ها اشاره می کنم. یکی از روایت ها هست حدیث اعرابی معروف است، همین آیه که ما گفتیم جاءوک فاستغفر الله، پیش پیغمبر می آمدند و استغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اونها مغفرت می طلبید. خب روایتی هست که جاء اعرابی الى قبر النبی صلی الله علیه و سلم فرما بنفسه علی قبر النبی، یه اعرابی آمد، یه جنگلی آمد از دهات، از روستا، خودش را بر قبر رسول الله انداخت. فقال جئت لتستغفر لی، ای پیامبر من آمدم که تو مرا برای من مغفرت بطلبی، از خدا بخشش بطلبی. فنودی من القبر انه قد غفر لك، از داخل قبر ندا آمد که تو بخشوده شدی، خدا تو را بخشید. این روایت هست. ما در جواب خدمت شما عرض کنیم که این روایت صحیحی نیست، روایت موضوع است. چرا؟ یک فرد در این روایت حضور دارد، وجود دارد، به نام هیثم ابن عدی طائی، که محدثین این هیثم را کذاب و وزاع گفتند. تهذیب التهذیب که کتابی در همین باره هست، در باره روات هست، جرح و تعدیل روات، ایشون فرموده کان کذابا یضع الحدیث، این آدم کذابی بود، حدیث را از خود وضع می کرد. همچنین امام یحیی بن معین درباره هیثم میگوید کوفی لیس بثقة کان یکذب، این کوفی هست، ثقه نیست، همیشه دروغ میگفت. امام ابو داود هم ایشون را کذاب گفته، امام ابو حاتم رازی، امام نسائی گفته متروک الحدیث، حاکم و ابو احمد گفته ذاهب الحدیث. لذا اینها همه در رابطه با این شخص اظهار نظر کرده این شخص درستی نیست. دوم یک حدیثی هست در مستدرک حاکم در کتاب الدعا، اونجا از عثمان بن حنیف روایت میکنند، روایت رجل ضریر، بیشتر این دوتا روایت را ذکر میکنن، بقیه روایت ها را خودشون
کسانی که قائلن هم معتقدن اون روایت ها نادرستند. این روایت رجل زریر معروف است. ان رجلا زریرا اتى النبی صلی الله علیه و سلم، خدمت رسول الله آمد، فقال ادعو الله ان يعافيني. حدیث طولانی هست، البته بعضی گفتند که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه این دعا را نشان داد، بعضی گفتند خود پیغمبر نشان داد، بعضی کسی دیگر را. خلاصه این رجل نابینا، این زریر، این دعا را کرد: اللهم انی اسألك و اتوجه الیک بنبیک صلی الله علیه و سلم. خدای از تو میخواهم و به وسیله نبیت به تو متوجه میشوم. الی آخره، که چشم من را خوب کن. آخر چشمش خوب شد، نابینا بود بینا شد. و این حدیث را بیهقی و طبرانی به صورت دیگه ذکر کردن، گفتن شخصی برای حل مشکلات پیش حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمد، ایشون توجهی نکرد، آخر پیش صحابی دیگر به نام عثمان ابن حنیف رفتن، مشکلش را اونجا مطرح کرد. ایشون همین دعا را به این شخص تعلیم داد، اون این دعا را خواند و خوب شد. ببینید از این روایت معلوم میشه که این نوع توسل درسته. اما در خدمت شما عرض کنم که در تمام طرق این روایت، چه طرقی که در حاکم هست، چه طرقی که در طبرانی هست و بیهقی، شخصی وجود داره به نام ابو جعفر مدائنی که امام ترمذی درباره ابو جعفر مدائنی میگوید که هذا الحدیث لا نعرفه الا من هذا الوجه. این حدیث را ما فقط از طریق ابو جعفر مدائنی میشناسیم، من حدیث ابو جعفر و هو غیر الحزمی. ابو جعفر مدائنی از حزمی نیست. اما ببینید درباره ابو جعفر مدائنی نظر علما چیه؟ امام مسلم رحمه الله ابو جعفر را از واضعین و اختراع کنندگان حدیث می نامد. ایشون می فرمد که عبدالله ابن مصور ابی جعفر المدائنی و غیرهم، مثل عبدالله ابن مصور یعنی ابو جعفر مدائنی و غیر اون، ممن اتهم بوضع الاحادیث و تولید الاخبار. صحیح مسلم مقدمهش هست. این ابو جعفر مدائنی از اونهایی هست که متهم به وضع احادیث است و متهم به تولید اخبار، از خود درست می کرد، از خود تولید می کرد. شرح صحیح مسلم بازم در حدیث مسلم هست، در مقدمه مسلم هست: ان ابا جعفر الهاشمی المدنی، همین مدائنی است، کان یضع احادیث کلام حق. کلام حق بود ولی به عنوان حدیث وضع می کرد، ولیست من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم، از احادیث نبی نبود. کان یرویها عن النبی صلی الله علیه وسلم، از رسول الله روایت می کرد. مسلم بازم شرح صحیح مسلم میگوید که امام ابو جعفر هذا هو عبدالله ابن مصور المدائنی الذي تقدم في اول الكتاب في الضعفاء الواضعين. این شخص از ضعفاء، از واضعین حدیث است. میزان الاعتدال هم در رابطه با ابو جعفر مدائنی گفته عبدالله ابن المصور ابن عون ابن جعفر ابن ابی طالب ابو جعفر الهاشمی المدائنی لیس بثقه. امام احمد میگه ترکت انا حدیثه، من حدیثش را ترک کردم. و نسائی و دارقطنی گفته متروک هست. لذا با توجه به این که همه علما روایت ابو جعفر مدائنی را رد کردن، پس نظر حاکم نیشابوری قابل اعتماد نیست. ایشون اینجا تساهل کرده و تساهل ایشون معروف است. هر جا حاکم بعضی از واضعین و بعضی از ضعفا حدیثشون را ذکر میکنه، زیاد توجه نمی کند. پس ما این نتیجه را میگیریم که توسلی که از قرآن و سنت ثابت، اون توسل را ما انجام میدیم، اون توسل جائزه. اما اگر از قرآن و سنت نباشد این توسل نمیگیریم. خب بعضی ها میگویند که در
بعضی از دعاهای صحابه و تابعین منقول است. در کتابهای دعا نگاه بکنید هست اللهم انی اسألک بنبیک محمد صلی الله علیه و سلم، بار اله شما را به وسیله نبیت محمد ما میخوانیم. خب اگر این دعاها درست باشند این توسل را ما توجیه میکنیم. منظور از توسل به نبی که این است که به ایمانی به نبی که خدایا اون ایمانی که من به نبیت دارم، اون محبتی که من به نبیت دارم، اون احترامی که من نسبت به نبیت دارم، او را توسل میگیرم. خب این همون صورت جایز توسل میشه. توسل بالایمان، توسل بالاعمال، توسل به اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم. بسیاری از کلمات هستند ذو وجهین هستند. مثلا بجاه النبی، به حرمت النبی. خب اینجا بعضی از علما گفتن درسته، بعضی گفتن درست نیست. البته در این حد کلمات اینجا اختلاف کراهت یا عدم کراهت است. اینجا اختلاف کفر و شرک نیست. بعضی ها خیلی تند میرند میگه این شرکه. نه خیر، توسلی که شرک هست اونه که بره انسان از صاحب قبر بخواهد، اونی که فوت کرده و اونجا از او استمداد بکند، از او کمک بطلبد. اما این توسل علماء ما، علماء حق، علماء ربانی دو گروه هستند. یک گروهی میگند که به حرمت النبی، به جاه النبی این درست است. یک گروهی میگن که این درست نیست. البته باز هم اگر همون توجیه اولی را بیاریم هر دو گروه درست میدانند. مثلا به حرمت النبی بگیم به احترامی که من برای رسولت قائلم، به حرمتی که رسول الله در دل من دارد، یا به جاه النبی اون جایگاه و عظمتی که نبی در دل من دارد اون را متوسل میکنم، اون را توسل قرار میدم. خدایا اگر با این توجیه باشد خب اشکال ندارد. اما آخرین نقطه که خدمت شما عرض کنم، وقتی که ما صورتهای توسل جائز داریم، چرا کلماتی در وسیله خودمون در دعا ذکر بکنیم که عموم مردم سوء برداشت بکنن؟ خب این توجیهات را ما خواهیم داشت، اما عوام از اینها برداشت منفی میکنند. پس احتیاطاً ما کلماتی را استفاده بکنیم، ما احتیاطاً توسلی را در دعای خودمون به کار ببریم که اون توسل هیچ نوع شکی در جوازش نباشد. بهتر نیست از اون صورتهایی که اختلاف هست، از اون صورتهایی که بعضی علما میپذیرند و بعضی نمیپذیرند، انسان گریز داشته باشه، بره به صورتهای توسل که در اونها هیچ اختلافی نیست و اونها همه متفق هستن بر اون. لذا این خلاصه ای از بحث توسل است که هر روز دوستان نامه هم می نوشتن و می پرسیدن. چون اینجا آیهش آمد بنده عرض کردم که ما توسل جائز داریم، به همون توسل جائز، اون توسل جائز توسل بالایمان هست، توسل بالاعمال الصالحه هست، توسل به اسماء و صفات رب العالمین هست، توسل به دعای صالحین که احیا و زنده ها باشند از اونها دعا گرفتن هست و اینها توسل صورتهای جایزی هستند. صورتهایی که نادرست هستند از اون صورتها حتی الامکان انسان اجتناب بکند. در این آیه همین است که الله می فرماید این کسانی که شما میخوانید اینها خودشون برای اینکه به قرب خدا برسند دنبال چی هستند؟ دنبال قرب هستند، وسیله هستند. یعنی به وسیله اعمال بنده عرض کردم و خواندم عوالجات را
به وسیله اعمال، به وسیله نماز، به وسیله تسبیح، به وسیله ذکر خدای عزوجل اینا سعی میکنند خودشون را به خدا نزدیک بکنند. خب و این من قریة الا نحن مهلكوها. الله تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید که بعد از این که اگر شما هنوز از غیر خدا استمداد طلبیدید، بدانید که نتیجه شما، عاقبت شما خوب نخواهد بود. مثل اقوام گذشته که اونها را الله به هلاکت و به عذاب گرفتار کرده. الله می فرماید و این من قریة الا نحن مهلكوها. هیچ قریه ای نیست از کفار مگر ما هلاک کردیم، ما هلاک میکنیم آن را قبل یوم القیامت، قبل از روز قیامت، او معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب میدهیم آنها را عذاب شدید. کان ذلك فی الکتاب مسطورا. این در کتاب یعنی در لوح محفوظ نوشته شده. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. این زجر هست همراه با تخویف اخروی. الله تعالی می فرماید که چون یکی از خواسته های مشرکان چی بود؟ از رسول الله می خواستند که شما به ما معجزه‌ای نشان بدید که ما می خواهیم، معجزه‌ای که ما درخواست داریم. الله تعالی می فرماید چرا ما معجزه و آیه مطلوبه شان را نمی فرستیم، معجزه‌ای که آنها تقاضا می کنند نمی فرستیم؟ به خاطر اینکه ما هر وقتی که اقوام گذشته معجزه خواستند معجزه فرستادیم. مثل قوم صالح، شتر را از دل کوه در آوردیم، بعد از اینکه ایمان نیاوردند به عذاب گرفتار شدند. الان هم سنت الله همین است، اینا که معجزه میخواند و اگر معجزه را قبول نکنند به عذاب گرفتار میشند. لذا الله میفرماید و ما منعنا ان نرسل بالآیات، ما را منع نکرده، جلوی ما را نگرفته، ان نرسل بالآیات، اینکه ما آیات را بفرستیم، یعنی معجزه مقترحه، معجزه مطلوبه، الا ان کذب بها الاولون، مگر این علت بود که اولون، پیشینیان، گذشتگان تکذیب کردند. لذا قوم تو هم اگر تکذیب بکنند چی؟ علامه آلوسی نوشته یعنی فإن لم یؤمن قومک بعد ارسال الآیات اهلکناهم، بعد از اینکه آیات را ما بفرستیم قوم تو اگر قبول نکند ما هلاکشان میکنیم. تفسیر خازن نوشته لأن من سنتنا فی الامم اذا سألوا الآیات، زیرا از سنتها و روش ما در همه امتها این است که هر وقتی که آیات الهی را بخواهند ثم لم یؤمنوا بعد اتیانها، بعد از آمدن آیات ایمان نیاورند، این است که ان نهلکهم ولا نمهلهم، ما هلاکشان میکنیم مهلتشان نمیدهیم. تفسیر خازن. پس الله میفرماید چیزی دیگه مانع نبود، الا ان کذب بها الاولون، پیشینیان تکذیب کردند. مثلا نمونه تکذیب، و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ما به قوم ثمود ناقه دادیم، شتر دادیم، از کوه شتر را، از سنگ، از صخره شتر را بیرون کردیم که مبصرتن، این شتر موجب بصارت بود، موجب دید بود، یعنی چشمشون را باز کرد، اونها حقایق را دیدند. اما فظلموا بها، ظلم کردند. بهم چی معنی؟ جحدوا بها و عقروها، اونا آخر انکار کردند این معجزه را، شتر را از پای در آوردند، فاهلکوا، هلاک شدند. لذا الله می فرماید و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ما آیات را نمی فرستیم مگر به منظور تخویف می فرستیم، یعنی به وسیله آیاتمون مردم را بیم می دهیم، مردم را می ترسانیم. و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس،
وما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنة للناس. ببینید از رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه خواستن. در اول این سوره ما خواندیم که خداوند معجزه فرستاد. همین معراج خودش یک معجزه بود. سفر اسراء و معراج یک معجزه بود. الله میفرماید زمانی که ما به شما گفتیم ان ربک احاط بالناس، پروردگار تو همه مردم را احاطه دارد، همه مردم تحت کنترل الله هستند. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، این رؤیایی که ما به شما نشان دادیم نبود و قرار ندادیم این را مگر آزمایشی برای مردم. منظور از این رؤیا چی است؟ سفر معراج است. ببینید اینجا ما با یک اشکال مهم مواجه میشیم. ما در اول سوره با دلائل مختلف عرض کردیم و ثابت کردیم که سفر معراج سفری بوده در حالت بیداری، سفر روح مع الجسد. رسول الله صلی الله علیه وسلم با جسد مبارک به معراج تشریف بردن. اونطور نیست که بعضی میگن خوابی بود که این معجزه نمیشه. خواب را امکان در هر انسانی ببیند، خواب نبود. خب اونهایی که میگن خواب بود از این حدیث، از این آیه استنباط میکنن ما قرار ندادیم رؤیایی که به شما نشان دادیم مگر فتنه‌ای، یعنی امتحانی برای مردم که کی ایمان می آورد کی ایمان نمی آورد. پس اون را الله رؤیا می نامد. به چه معنا هست؟ در حدیث هم ما می خوانیم که رسول الله در خواب دیدند و بعض آن حضرت صلی الله علیه وسلم به سفر معراج تشریف بردند. لذا دو توجیه خدمت شما عرض می کنم. اولا این که سفر معراج اول در خواب بود، این یک مقدمه بود برای اون سفر اصلی. اول خواب دید رسول الله، چه مقاماتی رفته، چه جاهایی رفته. بعداً الله عزوجل اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اون سفر را به وسیله جبرائیل آغاز کردند. پس اگر این توجیه درست باشد اشاره رؤیا به اون خوابی که قبل سفر دید. اما بعضی از علما گفتن نه خیر، سفر همون یکی بود. اما چون که این سفر بسیار عجیب است، معجزه و عجیبی هست، هر چیز عجیب را در زبان عربی به خواب تعبیر می کنند. نه در زبان عربی بلکه در زبان خود ما هم. شما میرید یک جای، یک شهر بسیار زیبایی را می بینید، از اونجا میایید میگی که یک شهری بود رویایی. یعنی وقتی عجیب باشد ما هم در اصطلاح خودمون میگیم رویایی. من باغی دیدم، واقعا باغی بود که اصلا فکر میکردم تو خوابم. منظور اینه که در بیداری چنین باغی انسان نمیبیند. پس یه چیز عجیب را در عرف خودمون، در اصطلاح خودمون هم چی میگویند؟ رویا میگویند. یک کسی را شما ملاقات کردید، یک بزرگی را مثلا شب گذشته شما ملاقات کردید، امروز به عنوان افتخار میگه اون رویایی بود، خوابی بود، رفت، تمام شد. پس ببینید عجائب را در همه زبانها و تعبیرها به چی تعبیر میکنند؟ به رؤیا. و یک توجیه دیگه که از عبدالله ابن عباس هست، رؤیا به معنای رؤیت، دیدن. چنانچه قرطبی گفته قال ابن عباس هی رؤیا عین، این که و ما جعلنا الرؤیا التي، میگه این هی رؤیا عین، این رؤیای چشم بود، دید چشم بود که اریها النبی صلی الله علیه و سلم، به رسول الله نشان داده شد. لیلتا اسری به الى بیت المقدس، شبی که به بیت المقدس برده شد. قرطبی. اما خازن اون توجیه اولی را آورده. والعرب تقول رأيت بعینی رؤیتا و رؤیا. خازن
عرب ها میگویند من با چشم خودم رؤیا دیدم، با چشم رؤیا دیده، یعنی چیز عجیبی را دیدم. والمراد بالرؤیا ما عاینه النبی صلی الله علیه وسلم لیلة المعراج. این تفسیر ابو سعود است. میگوید که مراد از رؤیا آن است که رسول الله معاینه کرد در شب معراج من عجائب الارض والسماء، از عجائبات زمین و آسمان، حسب ما ذکر فی فاتحه سوره الکریمه، در اول این سوره سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. و التعبیر عن ذلك بالرؤیا، چرا خدا این را تعبیر به رؤیا کرده؟ مگه خواب بود؟ نه، اما لانه لا فرق بینها و بین الرؤیا، چون که عجیب هست بین او و بین رؤیا فرقی نیست. او لانها وقعت باللیل، ابو سعود، یا اینکه چون که در شب اتفاق افتاد به او میگویند چی؟ رؤیا میگویند. لذا الله می فرماید و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، ما قرار ندادیم اون رؤیایی که ما به شما نشان دادیم در بیداری، الا فتنة للناس، مگر برای امتحان مردم. و الشجرة الملعونة فی القرآن، و همچنین یکی دیگر از موارد امتحان، درختی که ملعونه هست در قرآن، درخت زقوم، این هم یک امتحانی هست. اونا مسخره میکردن، میگفتن عجب در جهنم که آتش است درخت سبز میماند. الله میفرماید این امتحانی هست. و نخوفهم، ما آنها را بیم میدهیم، میترسانیم. و این آیات، این امتحانات، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، نمی افزاید در آنان مگر طغیان کبیر، سرکشی بسیار بزرگی، اونا را سرکشتر می کند. خب و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، باز هم داستان آدم و ابلیس و سجده نکردن ابلیس. ما خدمت شما عرض کردیم که جای جای قرآن این داستان می آید. هدف از ایراد این داستان اینه که ای مردم، همه این عقاید، اعمالی که خدا دستور میده اینها را بگیرید، محکم داشته باشید و از ابلیس تبعیت نکنید، چون دشمن اصلی شماست. در اول و آخر یا در وسط هر بحث عقیدتی، بحث توحیدی، ذکر ابلیس می آید. بیانگر این هست که یادآوری کند خداوند که دشمن را ببینید، فراموش نکنید، مبادا از این حرف شنوی داشته باشید، مبادا از این خط بگیرید. لذا الله می فرماید و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن مگر ابلیس. بحثشو مفصل گذشته، چرا ابلیس استثناء شد، مگر ابلیس از جنات نبود و غیره، تکرار نمی کنیم. قال ااسجد لمن خلقت طینا، این علت سجده نکردن، تکبر. آیا من سجده کنم لمن خلقت، برای اون مخلوقی که تو آفریدی او را، طینا ای من طین، از گل آفریدی. معروض اول این بود، معروض دوم ابلیس. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، خبر بده به من، اینی که او را کرمت علی، بر من مکرم کردی، از من افضلتر و بهترش قرار دادی. یعنی لما کرمته علی، چرا او را از من بهتر قرار دادی؟ لئن اخرتنی الى یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا، بار الها اگر مرا مهلت بدی الی یوم القیامه، تا روز قیامت، اخرتنی یعنی امهلتنی، به من مهلت بدی، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، من اولادش را افسار میکنم، یعنی لگامشون را به دست میگیرم.
لأحتنکن دو معنا ذکر کردن مفسرین بزرگوار. یکی این که افسارشان را به دست میگیرم، یکی لأحتنکن به معنای ریشهشان را میزنم. لأحتنکن ای لأستأصلنهم بإغرائهم، اونا را استیصال میکنم، ریشه میزنم. به چه صورت؟ به صورت اینکه اونها را من فریب میدهم. الا قلیلا، قلیل مخلصین هستند، اندک اونها فریب نمیخورند. اما الله عزوجل در جواب چی فرمود؟ قال اذهب برو، یعنی مطرودی، ملعونی. فمن تبعک منهم، هر کسی پیروی کند از اینها، از این انسانها از تو، فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، همانا جهنم جزای شماست، جزای کامل شماست. جهنم جزای کامله، لذا شما را الله می فرماید من به جهنم میبرم و عذاب میدهم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. الله عزوجل به ابلیس میگوید که واستفزز، تحریک کن، هر کسی را میتونی. چطور تحریکشون کن؟ گمراهشون کن. به صوتک، به وسیله صدایت. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، و اونها را بر اونها لشکرکشی بکن با خیل سواران، و رجلک عرض کنم که اونهایی که پیاده نظام هستن به اصطلاح، یعنی اونایی که سوارن، اونایی که پیاده ان، با همه لشکرت. و شارکهم فی الاموال والاولاد، و در مالشان و اولادشان شریک باش. وعدهم، و وعدهشون بده. اما الله می فرماید و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر وعده فریب. خب تفسیر این آیه که خداوند می فرماید من استطعت منهم بصوتک، منظور از صوت چیه؟ شیطان به وسیله صدایش انسان را گمراه می کند. اکثر علما اینجا نوشتند منظور از صوت موسیقیات است. موسیقی، قال مجاهد الغناء والمزامیر واللهو. صوت شیطان غنا هست، ترانه، موسیقی، مزامیر، آلات موسیقی، نی، عرض کنم که دوتار، ستار، تنبور، همه اینها، واللهو و بقیه لهویات. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید بعثت لمحق المعازف والمزامیر، من خدا مبعوث کرده تا از بین ببرم، نابود کنم آلات موسیقی را و نی را. پس شیطان میاد از طریق موسیقی مردم را گمراه کند، دلها را سیاه بکند. یکی از صورتهای اغراء و گمراه کردن این هست، چون که اثراتش را میدانید، در وجود مردم طرب پیدا میکند، خوشی پیدا میکند، لهو و لعب پیدا میشه و بلا تشبیه انسانها را تحریک میکند. تحریک جنسی، تحریکات عاشقانه، اینا تمام به وسیله موسیقیات میشه. اینها راههای گمراه کردن شیطان هست برای انسانها، ولی متاسفانه مسلمانان خیلی به طرف موسیقیات توجه دارند و فاصله نمیگیرند. لذا الله می فرماید آنان را تحریک کن و پیاده نظام و سوارانت را بر اونها
متوجه کن، بر آنها بکش. منظور اینه که از هر طریقی میتوانی برو سراغشون، میخوای گمراهشون بکنی. و شارکهم فی الاموال، در مالشان شریکشان باش. به چه معنا؟ ببینی یکی اول شرکت در مال اینه که به وسیله مال انسانها را به شرک میکشه. شیطان انسانها را وادار میکنه، راهنمایی میکنه تا مالشون را برای غیر خدا چی کنند؟ نذر کنند. ما اهل به لغیر الله، یا اینکه مالی که خدا حلال قرار داده به خاطر غیر خدا حرام قرار بده، یا برای آلهه و خدایان چی میکند؟ مالش را ذبح میکند. چنانچه عبدالله بن عباس فرموده هو ما کان المشرکون یحرمونه من الانعام کالبحیرة والصائمة والحام. منظور از مال، شرکت در مال همونه که مشرکان اون را حرام میدانستند از چارپایان، مثل بحیره و صائبه و حام که در قرآن ما خواندیم. و قال الضحاک و ما كانوا یذبحونه لآلهتهم، تفسیر مظهری و قرطبی. منظور از مال اون مالی هست که به خاطر آلهه خودشان ذبیحه می کردند، می کشتند. پس این شرکت در مال است. شرکت در اولاد چیه؟ بعضم تفسیر مظهری نوشته که اولاد را خدا داده، نام اولاد را بذار عبدالحارث، عبدالشمس، عبدالدار، عبد فلان. ما عرض کردیم در اصطلاح خودمان پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، در حالی که الله بخشیده، الله داده. لذا این هست شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم. الله می فرماید که به شیطان گفتیم اونها را وعده بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده شیطان نبود مگر وعده فریب بود. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل